سرخط مهمترین خبرها: برق تاجیک از سبک شدن لیمیت در ماه رمضان خبر داد. در روسیه واتساپ را پره بستند. و نظر مردم: درآمد شما در سال گذشته آیا زیاد شد؟ سلام بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است تقدیم شما با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 18 فوریه سال 2026 است. برنامه را از یک خبر خوش آغاز می‌کنیم. شرکت برق تاجیک میگوید که محدودیت یا لیمیت برق برای اهالی در ماه رمضان سبکتر می‌شود. قربان احمدزاده از سخنگوی شرکت برق تاجیک 18 فوریه به رادیوی آزادی گفت از روز 19 فوریه ساکنان کشور از ساعت 15 تا 8 روز بعد با برق تامین خواهند شد. منبع میگوید که دوام یک ماه رمضان انتقال برق به منزل ساکنان تنها از ساعت 8 صبح تا ساعت 15 قطع می شود. فعلا ساکنان تاجیکستان تنها از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 17 تا 21 شام با برق تامین هستند. ماه رمضان در تاجیکستان 19 فوریه آغاز شده تا 20 مارس ادامه می کند. صرف نظر از زیاد شدن استحصال برق در تاجیکستان، همه ساله بیش از نصف مردم تاجیکستان از میانه های ماه سپتامبر تا پایان اپریل در یک شبانه روز همگی 6-7 ساعت برق دارند و خلاص. آنها این وضع را خیلی وزنید و مشقت آور می نامند. مقامات تاجیکستان وعده دادند که سال 2027 کشور به استقلال انرژتیکی می رسد و محدودیت برق از بین خواهد رفت، هرچند برخی ها به این چیز شبهه دارند. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان، یگانه نهاد صادرکننده فتوا در کشور، سر و صدا درباره تغییر روز اول ماه رمضان را رد کرده است. شورای علما شام 17 فوریه در واکنش نوشت: موافق دلایل علمی امسال 19 فوریه روز اول ماه رمضان است. این اعلان در حالی است که بعضی از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی 18 فوریه را روز اول ماه رمضان اعلان کردند. شورای علمای تاجیکستان هنوز 10 فوریه روز اول ماه رمضان را اعلان کرده بود. موافق ترتیبات سالشماری هجری قمری، فرارسیدن ماه رمضان بعد دیدن ماه نو اعلان کرده می شود. طبق اعلان شورای علما، امسال نصاب زکات در تاجیکستان 64000 سومانی تعیین شده است و از این پول باید 1600 سومانی زکات داده شود. فطر روزه برای یک نفر 7 سومانی و برای شخصانی که امکان مالی بیشتر دارند 72 سومانی مقرر شده است. شورای علما برای کسانی که نمی توانند روزه ماه رمضان را بگیرند 420 سومانی برای 30 روز فدیه مقرر کرده است. کرملین روز 12 فوریه اعلان کرد که واتساپ را در روسیه پره بسته، دسترسی را به معمولترین برنامه پیام نویسی این کشور برای میلیون ها کاربر قطع کرده است. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف گفت برنامه پیام نویس آمریکایی که به شرکت متا تعلق دارد نمیخواهد که قانون‌های روسیه را رعایت کند و به ساکنان روسیه پیشنهاد کرد که از پیام رسان دولتی این کشور با نام ماکس استفاده برند. منتقدان این پیام رسان را یک واسطه نظارت نام میبرند. مقامات روسیه این را رد میکنند. بستن واتساپ اوج فشار 6 ماهه به متا است که علیه در روسیه سازمان افراطی اعلان شده است. متا در اظهارات گفته است که در روسیه 100 میلیون کاربر دارد. شرکت این اقدام را قدم به عقب نامید که به امنیت مردم روسیه ضربه میزند. در همین حال مقامات روسیه اعلان کردند که در برنامه پیام نویسی تلگرام نیز محدودیت‌های بیشتر جاری خواهند کرد. در این پیام رسان زنگ‌های صدایی و ویدیویی از ماه اوگوست بسته شده. اول این هفته کاربران از تماما سست شدن کار تلگرام شکایت کردند. نمایندگان آژانس آمار تاجیکستان میگویند که درآمد اهالی کشور در سال گذشته به طور نظر از بالا رفته است. جمشید نور محمدزاده دیرکتور آژانس آمار هفته گذشته در نشست خبری گفت سال گذشته مزد مهنت 20% افزوده است. ما از ساکنان و مهمانان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم که آیا سال گذشته درآمدشان زیاد شد؟ سوال دیگری ما از ساکنان این بود که برابر زیاد شدن درآمد نرخ‌ها چقدر افزایش یافتند؟ پاسخ ساکنان چنین بود: ростига ба каҷон ма инами и корда мақсад чӣ надора попкорму марожин мефурӯхтам ака 70 сомони рӯзи корим буда 1 сол пеш инами ҳозир дуромадам уже 5-6 рӯз кор кардам уже рӯзи кори мада 150 сомони додеся барое ки 1 сол пеш 70 сомон и рӯз 150 сомон акаҷон мақсад баланд шид ага 1 сола уже баланд шид чизо ойли корам баланд шид ҳама баланд шид ин тарафам ай тарафи кор баланд шид ҳозир ҳамин мардум то 6000 метавонанд кор кунанд бемалол ҳамин одами простой то 6000 сомона бемалол дар тоҷикистон метавонанд кор кунанд ака. Аммо нархҳо чи? Ё нархҳо ҳамон нархҳо ҳастанд ё баланд? нархҳо акаҷон ростига баъди ҳамин ойлик хиёл мекунам камакак мумкин 10% хестагӣ бошанд. А так ягон жалоба ягон чиз неста. Ҳама туғри аст. Вообще ҳеҷ нашид. Солимон набуда. Не зиёд нашуда. ما هم چقدر که معاش میگیریم ماشو. نرخ‌ها چیه؟ نرخ‌ها بالانس شده.
نسبت پورتو نرخ خیلی بلند شده. یعنی شما درآمدتون تمام بلند است، درآمد عائلتون در نظر دارم. خیلی ما وقتی دخترچم کار میکنیم معاشمون هم خیلی که بودم خیلی است. Ну, сол то сол даромади шахсӣ зиёд шудааст албатта. Ну, бисёртар ҳисоби мисол хориҷа муҳоҷират меҳнатӣ рафта кор мекунем ҳам ҳисоб. Так дар Тоҷикистон ман ягон кори мисол доимӣ надорам. даромади ман Россия. اما زیاد شد درآمدش. اونجا باز زیاد شد. از خود هر روز یک خیلی چیز دیگه. چه خیلی که سولو میافتیم و چه خیلی از زندگیمون در میاد. حاضر میویم هم سر بانو که ایتاری. یک خیلی. پیشینه دیگه خیلی بود زندگی کردم. یعنی درآمد زیاد شده، نرخ‌ها هم بالا رفتن. تو نرخ‌ها بالا را. نرخ‌ها بالا را. بعد زندگیتون چی تغییر شد؟ تغییر خیلی که همون چه بگم تری بگو که پس مونده سوم مونی تنی فقط زندگی پیش میره و تمام تری بگو پس مونده سوم نیست. زیاد شد. ما اصلا دهقانیم. با پخته‌کاری مشغولیم. برای همین پخته نقش زیاد شد. خیلی ها پنسیامون زیاد کردن. بهترین شد. یاردم کردن. بهترین کارو. خب شما چند پول نفقه میگیرید؟ 650 سو. آیا این برای زندگی میرسه؟ خیلی که ما کار میکنیم. خیلی که چکل گویم میشه ده وزیرش بچه ها یاردم میکنن. فرزندامو همش نهست. سال گذشته خدا با شکرساز بود، این سال زیاد شد. مثلا چقدر درآمدتون زیاد شد تخمینا؟ اگر 10 برابر؟ ممکن 2 برابر. شما چیکار میکنید که 2 برابر؟ این که از کدام حساب 2 برابر این کمتر در شرایط تاجیکستان؟ حسابی مارکتینگ، حسابی رکلام. ما آنلاین گذاشتیم زنها درس میتیم چه بیزنسون در آنلاین گذارن. یا حسابی آنلاین از درآمد بسیاری شاگرد درآمدش 10 برابر زیاد شده. در کل آدمایی که در آفلاینن درآمدشون روز تا روز کم شده است. برای کی уже نمیدونم آخرین بار کی کارون رفته بودم. خودش نمیدونم ما کرونا میرم уже تلفن میبینی مخلوقش دکاز میکنی. آدمایی که اسپیت کردن آنلاین درآمدشون уже درآمدشون زیاد شده است. آدمایی که آفلاین دن مغازهشون دوره روز تا روز درآمدشون مرده است. بینندگان عزیز، شما هم میتوانید نظر خود را در این موضوع زیر برنامه نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. نمایندگان روسیه، اوکراین و ایالات متحده 17 فوریه در شهر ژنو واخورده راههای پایان قطع جنگ در اوکراین را بررسی کردند. نشست بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد. در نظر است که این مذاکرات 18 فوریه نیز ادامه کند. رستم امارov دبیر شورای امنیت ملی اوکراین و رهبر هیئت این کشور گفته است در روز اول گفتگو راههای حل امکان پذیر جنگ بررسی شده است. با گزارش خبرگزاری روسیه تاس، مذاکرات روز اول قریب 6 ساعت ادامه کرد. برای رسانه‌ها یگان اظهارات رسمی داده نشد. منابع رسانه اینترفاکس در هیئت روسیه گفتند گفتگوها بسیار وزنین گذشتند. منابع بی بی سی گفته است که قرار است 18 فوریه از نتیجه مذاکرات اظهارات رسمی پخش شود. دور اول مذاکرات نمایندگان روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا آخرین ماه ژانویه در شهر ابوظبی برگزار شده بود. بخش یک روزی تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 فوریه را فرا می‌گیرد. بر اساس برخی منبع‌ها 18 فوریه سال 1201 نصیرالدین طوسی شاعر و متفکر عصر 13 تولد شده است که در 73 سال عمرش در بسیار بخش‌های علمی زمانوی از جمله زبان و فلسفه، ریاضی و طب، ستاره‌شناسی و طبیعیات کار کرده است. پیروی عقیده‌های ابن سینا درباره تاریخ انسانیت و تحولات طبیعی، ارزش‌های مادی و ذهنی، ویژگی‌های زبان و معناهای کلمه‌ها کارهای تحقیقاتی زیاده کرده است. مؤلف روضة التسلیم، اخلاق ناصری و دیگر شعر و داستان‌ها هم میباشد.
18 فевرال سال 1992 بعد 2 ماه به رسمیت شناختن استقلالیت تاجیکستان، ایالات متحده آمریکا به رهبری پرزیدنت جورج بوش با این کشور روابط دیپلماتی برقرار کرد. تا سال 2002 تدریجاً در دوشنبه و واشنگتن سفارتخانه‌های دو کشور باز شدند. ایالات متحده آمریکا یک شریک مهم سیاسی تاجیکستان بوده، در دوام 13 ساله همکاری در حجم 1.8 میلیارد دلار به بخش‌های مختلف از جمله اصلاحات دموکراتی، همکاری‌های اقتصادی، نظامی و معارف سرمایه‌گذاری کرده است. 18 فеврали соли 1948 ҳунарпешаи театру синамои тоҷик гулсара абдуллоева таваллуд шудааст. ҳунарпешаи хидматнишонdoдаи тоҷикистон ки корномааш дар филми тоҷик аз соли 1971 ва ривояти рустаму 4 нафар аз 4 санг шурӯъ шудааст, асосан нақши занҳои пешрафтаи тоҷикро бозӣ мекард. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 121 سوم ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 943 سوم برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 18 فوریه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جداشته برای برنامه نوید به انجام رسید. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما فرستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.